روز بخیر دوستانی عزیز و قدردانم. روز سعید جمعه مبارک باشد. در بهترین روز قرار داریم. این بگاه دوستم اومد بسیار پریشان بود چون برای او زن میگفتیم. از اویلش جدا شده بود. این طرف اون طرف فکر میکردیم گرچند دنیا رو دختر گرفته است یا خصوصا تاجیکستان رو، اما دختر پیدا کرده نتوانستیم. او میخواست که با آداب این و آن خیلی فکر کردیم، اما سری آن مسئله آمدیم یکی سرم زد. گفتم که گوش کن، تو این گونه دختر جستجوی نکن، چون من میدونم چی کار است و چگونه میگردد. گفتم تو باید خودت را اصلاح کنی، چون پروردگار وعده کرده است که زنای پاک برای مردان پاک هستند و مردان پاک برای زنان پاک هستند. گرچند که جوانان میخواهید که زنی خوب گیرید، از این سبب خودتان باید خوب شوید، وگرنه پروردگار چشم شما را کور میکند که اینقدر دختران هستند با آداب و دیگر دیده نمیتوانید. خدا نگهبانتان. بیروخی و دل فگارم در غمی و بیقرارم، گر نبینم روی او را تا قیامت من بنالم.